ما شینیسل گرفته بودم برای سگ گربه خودمان چرخ کرده، اینقدر گشنه‌ام بهشان دادم ولی بازم مدام. حالا نگاه کن اینا دستشویی میکنن توی بیشتر نمودم شاش اینا رو به قول سید آقا میبرن میدن شهرداری، میبرن برای کشتن، با پولی که از سیدی به دست میارن با پول جون گوش میخرن ببرن خانه میدن زن بچه‌شون بخوره. این گوش خورده میشه تا حرفم میزنه میگن گشنگی نکشیدی. بابا کارگری کن، بر همه بعد دارن چیکار میکنن، برو خلاف کن ولی جونی رو نگیر. دزدی بکنی شرف داره، بیکار نکن. بیا نگاه کن چقدر مظلوم اینا. کی بگه نجسه؟ آقا اگه نجس غذا نده دست نزن. ما الان 2 روز پیج ما درگیری این مسئله شده. باز نگاه کن تو حضرت عباس، خدا خیرش بده آقای سلیمانی رو خیلی عرب گفته بیار اینا رو بیارم اونجا. آقا وحید سلیمانی خدا پدر مادر تو بیامرزه یا علی.